در این درس ما با شما با مهمانخانه زنگ میزنیم و برای خود یک حجره برون میکنیم و در برابر این من برای شما کلمه و عباره های اساسی رو تحلیل میکنم و همه آنها رو برای شما میآموزم. رفتیم. در این زمان برای کارهای خود شما با شهرهای دیگر میروید یا اینکه با دولت‌های دیگر میروید و حتما برای شما مهمانخانه در کار میشود و دانستن زبان انگلیسی برای مهمانخانه گرفتن به نهایت ضرور است. اکنون دوستان من زنگ میزنم با مهمانخانه و دیالوگ میکنم و بعد از آن من دیالوگ کرده خود رو باز با شما تحلیل کرده میآموزم. رفتیم. Good morning. Welcome to the Bonamos Hotel. Hi, good morning. I'd like to make a reservation for the September 1st. Do you have any vacancies? Yes, sir. We have several rooms available for that day. How long will you be staying? I'll be staying for 2 nights. Okay. How many people is the reservation for? There will be only me. And would you like a room with the king size bed or a queen size? A king size, please. Great. And would you prefer to have a room with a view of the city? I would love to have a city view. How much is that? Your room is $200 per night. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have any cheaper vacancies? Well, would you like a smoking or a non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 2nd of September. We are full on the 1st and the 4th of September, unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking on the 2nd of September? $18. Okay, that'll fine with me. Alright. Could I have your name, please? Yes, Toyirzoda Saadi. How do you spell your last name, Mr. Saadi? Toirzoda. Toyirzoda. Okay, Mr. Toyirzoda. Your reservation has been made for the 2nd of September for a room with a king-size bed. Check-in is in 2 o'clock, and if you have any other questions, please do not hesitate to call us. Great, thank you very much. My pleasure. We'll see you in September 2nd, Mr. Toyirzoda. Have a nice day. پیش از آنه که دیالوگ رو تحلیل میکنیم دوستان فراموش نکنید که درس مذکور با دستگیری دوستی مالیوی ما ایمان اینترنشنال ثبت شده است و ایمان اینترنشنال همچون دوستی مالیوی برای شما قرض ها و امانات های بهترین رو با فایده خوب پیشنهاد میکنند. اگر برای شما پول لازم باشد ایمان اینترنشنال با فایزهای پست برای شما قرض های گوناگون داده میتواند و اگر شما پول داشته باشید ایمان اینترنشنال میتواند پول های شما رو خزینه کند نگاه بین کند و بر عوض این برای شما تا 16% فایده دهد. معلومات پرتر اوید قرض ها و محصولات های امانتی در شرح این ویدیو گذاشته می شود. اکنون دوستان بعد از آنکه که ما با شما صحبت تلفنی مشتری رو با ریسپشنیستی مهمانخانه شنیدیم پس میگذاریم با تحلیل صحبتی آنها و اکنون کلمه ای که ما از مشتری میگیریم این کلمه I'd like to make a reservation for the September 1st است. در اینجا کلمه reservation برای ما مهم است. reservation این برون کردن است، یعنی پیشکی قبلا نام‌نویس کردن یگان چیز رو بند کردن است. این reservation ما میکنیم برای اون که آن حجره که برای ما در کار است آن را به شخص دیگر ندهد. کلمه دوم در اینجا از receptionist است که او میگوید Yes, sir. We have several rooms available for that day. available این دسترس است، یعنی ولی جناب ما یک چند حجره دسترس داریم، یک چند نمره دسترس داریم در آن سنه on that day. بعد از یک چند سوال جواب دیگر ریسپشنیست از مشتری میپرسد And would you like a room with the king size bed or a queen size? یعنی با شما کت خوابی شاهانه یا اینکه کت خوابی ملیکه لازم است. king size bed این کت خوابی هست که اندازه وی 193 سانتی متر پهمی دارد و به نهایت queen size bed یعنی 152 سانتی متر است، یعنی queen size bed و king size bed. و باز هم در سوال دیگر ریسپشنیست میپرسد And would you prefer to have a room with a view of the city? view of the city این منظره با شهر است. ریسپشنیست میپرسد که آیا شما میخواهید که از تلویزیون شما شهر نمایان باشد و مشتری میگوید که البته این چند قدر است و در جواب باز هم ریسپشنیست میگوید Your room is $200 per night. per night برای ما کلمه per در کار است. per در اینجا برای هر یک ترجمه میشود. مثلا $5 per person این $5 برای یک شخص است per person، یعنی که
per night برای یک شب و مشتری در این جواب میگوید که این برای من کمی قیمت‌تر است. Do you have a cheaper room available? Cheaper در اینجا این ارزان تر است، یعنی cheaper و the cheapest این سه درجه صفت است که گویم دویم درجهش رو استفاده می‌کنیم برای مشتری و میگوید که do you have آیا شما دارید cheaper room خانه ارزانتر، حجره ارزانتر available دسترس، یگان حجره دسترسی دیگر دارید. receptionist از او میپرسد Well, would you like a smoking or a non-smoking room? smoking room این حجره یا اینکه نمر برای شخصانی که سیگار میکشند و non smoking room این حجره برای شخصانی که سیگار نمیکشند. انا همین پیشوند کلمه non این غیر میشود یا اینکه بیرون از میشود. مثلا هست non مسلم، غیر مسلمان، غیر دین، مثلا non-profit organizations تشکیلات هایی که فایده به دست نمیارند، یعنی کلمه non پیشوندکی non این اینکار کننده است. receptionist در جمله دیگر میگوید We did have a few rooms available on the 2nd of September. ما یک چند حجره دسترس داریم on the 2nd of September اما در دوم سپتامبر. We are full on the 1st of September and 4th یعنی ما پریم، ما حجره خالی نداریم. We are full ما حجره خالی نداریم، ما جای خالی نداریم. on the September 1st در سپتامبر یکم و سپتامبر چهارم، اما در سپتامبر دوم و سوم حجره خالی داریم. و بعد از یک چند سوال جواب دیگر هم ریسپشنیست از مشتری میپرسد How do you spell your last name, Mr. Sadi? How do you spell? spell این تلفظ کردن است، حرف به حرف گفتن یگان چیز است و مشتری در جواب خود میگوید T-O-I-R-Z-O-D-A تویرزاده. هر یک حرف نام خود رو با حرفای الفبا میگوید و در جمله دیگر ریسپشنیست برای او میگوید که Okay, Mr. تویرزاده, your reservation has been made for the 2nd of September. کنون محترم تویرزاده بران شما برای دوم سپتامبر قبول شد for a room with a king size bed. یک حجره با کتی خواب شاهانه یا اینکه king size. Check in is at 2 o'clock. Check in کلمه دیگر این check in است. Check in این انا همان گویم وارد شدن به مهمان خانه است، خود را با قید گرفتن یا اینکه کلیدها را گرفتن از ریسپشن است. check in is at 2 o'clock. شما میتونید میگید در ساعت 2 الا که چک این کنید، خود را با قید گیرید و کلیدها را از دست ما گیرید. Check in is in 2 o'clock and if you have any other questions please do not hesitate to call us. Do not hesitate یعنی شک نکنید، پروا نکنید، ایزا نکشید و با ما زنگ زنید. اگر یگان سوالی ایلوگی باشد حتما برای ما زنگ زنید به یگان ممنونیت. اوکی دوستان، این بود درس انگلیسی اویجی بران کردن نمر در مهمانخانه طریق تلفن. تا درس دیگر دوستان، بای.